من یک سوال داشتم. این سوالم نه، این مصلحت پرسیدنی بودم که اگر که مثلا ما وقتی که زبان عربی رو برای قرآن رو فهمیدن، من از کجا سر کنم؟ مثلا باید چا کنم؟ من در واتساپتون уже این سوال رو پرسیدم. شما دو پخش ویدیو من بفرستید، من هر دوش هم دیدم. انا یک تاش دیدم، یک تاش سخت через чат GPT маънои ҳамун видеои пурсидаму вай кардам дидам. В общем нияти тоза дар кору насиҳатҳои зиёд ҳаст барои ҳамун. В общем ман фикр мекунам ки ман ба ҳамин кор дар корда барои ҳамун. Ман ҳозир рости гап 2 сол аст ки ман дар Хитой мехонам. Ман ҳозир ба дига донишгоҳ худаме супордосиму, лекин ният дорам ки наравам дига донишгоҳ бою. Агар ин мақсад возможност дошта бошам ба забони арабӣ хонданро сар кунам гуфта ҳамихел ният дорам. خب قرآن گوید بسیار نیتی خوب قرآن منه. خب بله، سرچشمه علم ها قرآن کریم است. با قرآن شروع کنید بهتر است. زبان عربی در یک هفته یاد میگیرید. یک هفته برای شما کفایه است برای تعلیم گرفتن زبان عربی. الکی شما قرآن خوان میشید. برای قرآن خواندن یکم قاعده بعد نیت نیکو روی آوردن به الله تعالی، دو رکعت نماز خوانید و من حفظ قرآن شروع میکنم یاری کنفته استعانه پرسید. استاد لازم است. در خیتای باشیدم برادرای خیتایی هایی که قرآن خوانده میتونن، حافظای قرآن یا اونایی که علمی اسلامی آموختن بسیار است. جستجو کنید، خواه از تاجیکا باشد خواه از خیتایی ها باشد، ممکن است امکانیتش است. دوم یک مصحف میگیرید، که از همون مصحف حفظ کنید قرآن. از دو خیل مصحف حفظ نمیکنید. این قاعده است. اگر از دو خیل مصحف حفظ کنید دو خیل طبعه، بعد حفظاتون آمیخته میشد. برای اون که مثلا قرآن وقتی که همین آیت یک همینجا شروع شد، در بعضی کتابا آیت یک مثلا من ببینید سوره منافقون آیت یکش در کجا هست، سوره جمعه آیت یکش در کجا هست. شما وقتی که اینا حفظ میکنید در نمازها قرائت میکنید، همین جاهاش که حفظ میشه. بنابراین از یک طبعه حفظ کنید. یک قرآن خرید از همون حفظ کنید. اونم از بعضی قاری ها و علمدارا پرسیده بعد خرید. یگان طبعه پاکستانی نخرید که قین دشوار است خواندنش. خب استاد، بعد کتاب، بعد شروع میکنید. اگر در یک شبانه روز 3 ساعت برای حفظ قرآن جدا کنید، اگر ذهنتون تیز باشد در 1 سال حفظ میکنید. اگر ذهنتون میانه باشد در 2 سال، کند باشد در 3 سال یا 4 سال حفظ میکنید. اگر با ترتیب روید 1.5 ساعت در بعدی بامداد، 1.5 ساعت بعد عصر، 3 ساعت اگر وقت جدا کنید کفایه است. مثلا سوره جمعه، یکمین آیت سوره جمعه، این سوره جمعه من برای شما مثال میبرم. سوره جمعه یک روی اولش عبارت از 8 آیت است. خب یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. 20 بار همین با تجوید آهنگ کرده میخوانید. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. 20 بار. بعد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تجوید کتی میخوانم، برام که تجوید کتی حفظ شود. خیلی که حاضر به تجوید حفظ کنم، بعد وقتی تلاوت تجوید کتی میخوانم نگوید. یعنی حفظم باید قاعده های رعایت کنید. مثلا و آخرین ماده شه، یعنی اودرینی میگوید به زبان روسی. و آخرین منهم لما يلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم. حکیم کمش اقلا 2 الف کشیده شود.
میانش 4 الف باید کشیده شود و هو العزیز الحکیم. اگر شما 20 مرتبه همین قاعده که خوانید همین خیلی حفظ میشه. 4 آیت اول 20 باری میخوانید، تو 10 بارش اقلا از کتاب نگاه کرده خوانید، 10 بارش کوشش کنید نگاه نکرده خوانید که کنی درست خوانده استفاده دیانه. بعد وقتی که همین 4 آیت نصف صحیفه آمدید، همین 4 آیت همیشه 20 مرتبه دیگر میخوانید. بعد از اون شما علاقه نصف صحیفه را هر یک آیت را 40 باری خواندید. یک باری در علاهیدگی، 20 باری در علاهیدگی، 20 باری دیگر مجموعاً 40 مرتبه خواندید. همین کار عیناً در 4 آیت پایان هم میکنید. هر یک آیت 20 باری میخونید، بعد همیشه 20 بار میخونید. 40 شد بعد همیشه تمامی صحیفه را 20 مرتبه میخونید. 60 مرتبه میشه. همین کفایه است. همین کفایه است. 60 مرتبه این 1 ساعت وقت میگیرد. اگر 30 دقیقه دیگر با همین از حفظتون 20 مرتبه یا 40 مرتبه دیگر اگر از حفظ کنید خوب است. بعد به استاد رفته میسپارید. بعدی از استاد سپاریده شدن 20 مرتبه دیگر میخوانید پیش از آن که درسی نو شروع کنید. بعد عصر فقط درسی کهنه را میخوانید، یعنی این بعدی بامداد حفظ کردید سپاریدید. بعد عصر 1.5 ساعت هر چیزی که تا امروز حفظ کردید به نوبت تکرار میکنید. همین خیلی رفته میرید. با بعضی استادا برای تکرار علاهیده قاعده های خودشون دارن یا وسیع‌تر در بعضی کتاب‌ها اومدگی است. همین گونه تکرار کرده میرید. تکرار نکرده حفظ نکنید. اگر تکرار نکرده حفظ کنید، پیش حفظ میکنید، پیش از اون طرف فراموش شده رفته هم میگیره. مانند کسی که با یک قابچه‌ای که تگش دریدگی است پخته چین شده است. از این طرف پخته چین شده است، از این طرف ریخته رفت است. بی فایده است. تکرار مهم است از حفظ دیده. همین خیلی این برای حفظ قرآن. این نمیتونه شما اگر حتی در دانشگاهی دنیوی تون درآیدم 3 ساعت برای قرآن جدا کردن از بین 24 ساعت امکانیت میدهد. بعد کسی قرآن حفظ میکند فنهای دنیوی هم براش آسان میشد. الله تعالی در سلامتیش، در حفظش، در زندگیش، در پول و مالش، در همه چیزش برکه میدهد. کتاب انزلناه الیک مبارک. این کتابی که ما به تو نازل کردیم کتاب مبارک است. حافظ میگه که هر چی دیدیم هم از دولت قرآن دیدیم. هر یک چیزی که ما دارا هستیم امروز این به برکت قرآن است. بنابراین الله تعالی در دیگر کاراتون هم برکت میده. و اگر پر به علم شریعت وقتتون صرف کرده نشوید این نوران علی نور است. بله یگان جای نافهماش شد پرسید برادر. نه جای نافهما همین بود که من وقتی که همین خطابه خوندم вообще عربی رو خوندن نمیتونستم. یوتیوب دیده همین یاد گرفتم. الحمدلله از من خودم قرآن رو میخونم، переводش رو میخونم. لیکن من میخوام که همین وقتی که میخونم одновременно خودم فهمم. یعنی عربی رو چه همین زبان رو میآموزیم همین خیلی باید خیالم فهمم برای اون که وقتی که перевод میشد فکر میکنم که همین چیزی نمیرسد همین перевод. وقتی که همین زبان رو از خود میکنم بعد همین قرآن رو با چقورتر میفهمیدگی میشم به فکرم. چون که اگر شما برابر حفظ من معناش هم میدونم گوید این وقتی کلام میگیرد. یعنی که بگذار معناش ندانیدم حفظ کردن برای معنای قرآن فهمیدن اقلا 10 سال مهنت میکنید. اقلا اگر شب و روز کوشش کنید. بله اگر مثلا یک تفسیری مختصر تفسیری مختصری یک مجلده، لیکن به هر حال آخر در قرآن قریب 70,000 کلمه هست. اون کلمه های معناش دانستن بعد بعضی کلمه ها 5 6 10 معنا دارد. در کدام آیت به کدام معنا اومدگی است. برای این قاعده های تفسیر است، اصول تفسیر است، علوم قرآن است، علم های دیگر. یا علم لغت که قرآن فهمیده نمیشد. یعنی دیگر علم های یاری رسان هست، علم قرائات هست، علم ناسخ و منسوخ است. перевод کتی خاصتا این перевод خانکا بسیارش آدمای دشمنای اسلام перевод میخونند. перевод بخاری میخونند، ترجمه بخاری از حدیث ها زید یافته پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسخره دارد.
ببینید پیامبرتون در اینجا چی گفته است، در اینجا چی گفته است. این به هم دیگر ضد است. الله تعالی اومد که لو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر این قرآن از غیر الله میشد، در این سخنهای به هم دیگر تناقض، اختلاف به هم دیگر، ضد سخنهای به هم دیگر ضد بسیار میافتند. در یک جای چیز حلال میگه، در یک جا حرام میگه. این حدیث و آیات های وقتی که آدمی بی سواد ترجمهش میخواند همین خیلی میفهمد. بنابراین کدام آدمی که ما تحذیر نمیکنیم از خواندن ترجمه ها، خوانید ولی نفهمیدگیتون از علمدار پرسید. از پیش خودتون باید تعویل و تفسیر نکنید. سواد شریعت ندارید و برای خواندن یک حدیث یک دنیا علم لازم است. علم شرح حدیث است، علم مصطلح الحدیث است، علم رجال است، علم جرح و تعدیل است، علم تاریخ حدیث است، تاریخ ورود حدیث، ناسخ و منسوخ دارد، علم علل هست. این علمای نداند آدم حدیث دو حدیثی به هم دیگر و بخاری میخونه یا حدیث میگه که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه تا آب نبرآید غسل واجب نمیشه. در یک حدیث میگن که آب برآمد نبرآمد غسل کن میگه. دو حدیث به هم دیگر ضد. اینا نمیدونه آدمی بی سواد یا آدمی ترجمه خوان بین این حدیث ها یعنی جمع کرده فتوا دهد. برای ما حاجت به علمدار داریم، حاجت به عالم داریم. برای همین من اول معناشو میفهمم، بعد حفظ میکنم، گوید وقتی دراز میگیرد. حالا شما جوان باشید، حالا حفظتون به قوت است، حالا اول حفظ کرده گیرید، یک سال دو سال وقت میگیرد حفظ میکنید. یعنی این نه که شما عمرتون فقط قرآن حفظ کنید که میرد 3 ساعت وقت جدا کنید بس است. در باقی مانده وقتتون دیگر علم ها رو گیرید، علم زبان گیرید. بله حرکتتون مثلا سوره فاتحه میخونید، چند کلمه‌ش میدونید، چند کلمه‌ش نمیدونید، ممکن است که لغاتاشو نوشته گیرید، یعنی کوشش کردن ممکن، لیکن به تفسیر به اون معناهای این آیت چی معنا دارد، برای چی نازل شده است، از این آیت چی احکام ها گرفته میشه، چی فایده ها گرفته میشه، این به آسانی به دست نمیاد. مثلا حتی تفسیرهای مختصر اگر خوانید این چیزا نیست، مانند ترجمه هست تفسیرهای مختصر. بله برادر.